این طریق تپه‌های سفید برف نیستند. این نمک است. کارگران کارخانه کارکرد نمک جمعیت سهامی کشاده خوجامومین این تابستان با جمع‌آوری محصولات یک هفته دیر آغاز نمودند. 27 نفر کارگران بعد کرانتین بیماری کووید 19 با کار شروع کردند. ذخیره محصولات و فعالیت منبع کارخانه با سلامتی کارگران وابستگی دارد. در چنین وضعیت ماموریت کارخانه برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس در کارخانه شرایط‌های مساعد کاری را مهیا کرده است. 10 روزی کرانتین خانه‌مون تازه و آزاده کردیم. جای کار تازه و آزاده کردیم. بعد معاش گرفتین 10 روزی کرانتین؟ معاش هم گرفتیم. چقدر معاش میگیرین؟ معاش 1200 سوم. کارخانه کارکرد نمک جمعیت سهامی کشاده خوجامومین یکی از کارخانه‌های کلانترین تاجیکستان است. این کارخانه در دامنه کوه نمک خوجامومین در ناحیه واسه واقع میباشد. کارخانه با جمع‌آوری نمک کارکرد و استحصال نمک آشی مشغول است. از همینجا نوع‌های گوناگون نمک صفت اعلی به شهر و ناحیه‌های جمهوری و خارج کشور دسترس می‌گردد. این سخت یکی از کارگاه‌های استحصالی کارخانه میباشد. ثبت 2 ماه پیش است. اینجا دختران محلی به کار جلب گردیده همین گونه خلطه‌های پر از نمک تیار می‌کنند. در یک روز یک نفر از 5 تن زیاد همین گونه خلطچه تیار می‌کرد. 2 ماه بعد ماه یول این دستگاه ها تعمیر طلب شدند. برای تعمیر دستگاه ها متخصصان را باید از دولت چین دعوت نمایند. این گونه امکانیت نیست چون که راه ها بسته هستند. تا تعمیر شدن این دستگاه ها کارگران به رخصتی جواب داده شدند. کارگاه از فعالیت ماند. قسم‌های احتیاطی در کشک خیلی از راه گرانسش محکمه این از آپاراتوم کم کم قام داده سه زبچه‌های راه تاجیکستان یوف کردن خصوصی خام خیلی که راش میشید ما میاریم زبچه‌ها نکنیم. بعد این کارگرو که جدانه کارگرو که هزی اکا آپاراتوشون وایرونه ما ایرا جواب داده گرفت اگه هر روز دام میگیرن تو آپارات یا آپاراتشون برو که اگه بودگین تو اگر سرکارو برو کار ریمونت کرد بتونه او کارو دوام میده. اگر خوب میشه. کارا دوام میده. ضرر دیگری که کرونا ویروس به این کارخانه رسانید این مانعی به صادرات محصولات شد. این خلطه‌های پر از نمک آشی برای فرستانیدن به دولت افغانستان آماده کرده شده بودند. بنابر بسته شدن این راه‌ها محصولات همینجا ماند. در ناحیه واسه سمت دیگری که به پیشرفت اقتصادیات تاثیر میرساند بازار است. بازار مرکزی ناحیه مرکزی تجارتی نوری واسه عبدالکریم صاحبکار است. عاقبت‌های کرونا ویروس در فعالیت صاحبکاری او تاثیر رسانیده است. وضعیت کرونا ویروس در دوام منع کردن بازارها خیلی بعضی بسیاری آدم‌ها در فعالیت بازاریشون ضرر آورد. ضرر آوری همین که بسیار آدم‌ها از بانک‌ها قرضدار بودند، از بانک‌ها سود گرفتگی سون گرفتگی همون خودشون سودا کردن نتونستن قرضو در گردنشون موند. دولت‌های ابوالقدرت همین را جبران میکنن. ما که خیلی دولتی یا 69 دموکراسی علاقه ما را 20 سال شده است و این قدرت نداریم، قدرت جبراندهی نداریم، البته به ما ضرر میاره چون که بازارها محکم شد ما ایرس قرضی میمونیم. بانک‌ها را ما چی بتیم بر سودا که نکنیم بانک‌ها را چی بتیم. مقصد همین که هستن صاحبکارایی که قرض ندارن زندگیشون نقض میزگره به یگان مینس پیلوس. ما که مقصد هستن آدمایی که قرض دارن جبران داده نمیتونن، برگردونده سونی بانک داده نمیتونن، البته با اونها ضرر میاره. در این مرکز تجارتی همراه عبدالکریم زیاده از 1000 نفر صاحبکاران با فعالیت صاحبکاری مشغول میباشند. بعد از کرانتین برآمدن صاحبکاران از نو با فعالیت شروع کردند. با مدت یک محکمه چیز ذخیره داشتم همه را ما استفاده بردیم تمام شد. چیزی که با تجارت ما مثال بین سوداگران ما مثال معامله بیسومی باسومی داریم و قرضا بالای ما دکه زم شدن خیلی از زیان آورد برای ما. بین آدمان حوزه‌ای که گویا بازار بسته میشود صاحبکاران را به تشویش آورده است. اگر بازار محلی صاحبکاران مثال این بازار امروزی ناحیه وسیع اگر محکم شود که در تجارت ما خیلی ضررهای بسیار می‌برد که از اون جمله مثال ما بسیار مباسمی بانک معامله کردیم بیزنس ما دوام دادیم شخصا تجارت ما دکه ضرر کلان میاره. ما دیگه جای کار ندارم که اویله خودم زندگیش پیش برم. همچون یا صاحبکار برای ما ضرر کلانه.
تاثیر کرونا با اقتصادیات این موضوع میباشد که در نشست مطبوعاتی با رئیسان شهر و ناحیه‌ها اطراف آن روزنامه‌نگاران سوال دادند. در نشست مطبوعاتی رئیس ناحیه واسه اوید این موضوع چنین گفت: بیماری کرونا در تمام دنیا پخش شده است. صدها تا کارخانه‌های استثماری و صنعتی و یا از کار مونده. در برابر همین گرچه که کرانتین نبود در جمهوری خودمون خیلی کارها در بسیار سمت‌ها وسعت پیدا کرده بود. در یک قسمتی کارها مثلا سودای چکنه، مثلا خدمات رسانی پولاکی، حسابی بانک‌ها، حسابی پرابخانه‌ها همین سمت‌ها کمتر تاثیر رسانیده است. دیگر سمت‌ها قطعی کارها خیلی گنده نیست. کرونا با بانک ها هم تاثیر کرد. این فیلیالی بانک امانت بانک تاجیکستان در ناحیه واسه میباشد. در برابر دیگر بانک ها یکی از سمت فعالیت این بانک انتقال مبلغ ها از خارج کشور میباشد. اکثریت شهروندان ما در مهاجرت مهنتی در کرانتین قرار داشتن که اونها فعالیت کردن نمیتونستن، اونها مبلغ های خود را به تاجیکستان انتقال کردن نمیتونستن. این تاثیر خودش البته رسوند. اون نقشه اجرایشی انتقال مبلغ رو، یعنی که بازار انتقال مبلغ رو در ناحیه واسه تگی 50% اجرا کرده. یعنی اگر که سالهای گذشته نقشه کم بود، درآمدناکی کم بود، نسبت به او دوره ما البته زیاد کردیم نقشه را، لیکن بازار خود ناحیه واسه را 15% بازار همگی امانت بانک اشغال کرده که نتیجه ای ما از رئیست امانت بانک روبرت رئیست ایرادها گفتن که ما مثل بازار گرفتن نتونستیم. روبریت فیلیال در چنین وضعیت طبق نقشه چورابینی‌های معین فعالیت می‌نماید. کوشش دارند بحران را پس سر نمایند. اکسیا برای خواجگی قشلاق، یعنی قرض‌های امتیازناک به خواجگی قشلاق چیزی که به 17-18% سالانه، یعنی که انا با مردم قرض پیشنهاد کردیم تو منوی سنه 15 میلیون سال 2020 که مقدار زیادی اهالی این استفاده بودن. البته قرضا هم یکم چی نکردن، سری وقت اومدن با فایزشون برگشتن. یکم خیلی جایی که به تاخیر ماند دیگه خیلی حالاتو به قرض گرفتن نشد است تا امروز. کارخانه کارکرد نمک جمعیت سهامی کشاده خواجه باشد. با وجود بحران کرونا ویروس امید دارند که با گشوده شدن راه‌ها مشکلات ها پس سر شده فعالیت کارخانه منتظم به راه مانده می شود.